خط خبرها. انتقاد دوباره مولانا فضل الرحمن از سیاست خارجی اسلام آباد. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان از اسلام آباد خواست در سیاست خارجی خود در قبال کشورهای همسایه تجدید نظر کند. امریکا می‌خواهد برای این هدف از پاکستان به عنوان یک نیروی نیابتی استفاده کند. انتقاد تکراری ترامپ از نحوه خروج امریکا از افغانستان. رئیس جمهور امریکا گفت که خروج از افغانستان شبیه فرار بود. این توافقنامه قابل اجرا بود، قابل اجرا شد و بخشای مهمش از جمله برآمدن خط قطعات ایالات متحده آمریکا از افغانستان. افزایش برگشت مهاجران به کشور. سازمان ملل اعلام کرد در سال 2025 حدود 2.9 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. و آغاز دومین دور مذاکرات ایران و امریکا تا 3 روز دیگر. رویترز گزارش داده که این گفتگوها روز سه‌شنبه در شهر ژنوی سوئیس برگزار خواهد شد. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 25 دلف 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان بار دیگر از سیاست کشورش در قبال همسایه ها انتقاد کرد. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد باید در سیاست خارجی خود در قبال کشورهای همسایه تجدید نظر کند. گزارش از اناهیتا اندر. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان اعلام کرده است که اسلام آباد باید در سیاست خارجی خود در قبال کشورهای همسایه تجدید نظر کند. مولانا فضل الرحمن در یک نشست خبری مشترک با حافظ نعیم رحمان رهبر جماعت اسلامی گفت که سیاست خارجی حکومت پاکستان برای او قابل قبول نیست و این کشور باید روابط خود را با تمامی همسایگان بهبود بخشد. او همچنین اظهار داشت که امریکا از پاکستان برای پیشبرد سیاست‌هایش در منطقه به عنوان نیروهای نیابتی استفاده می‌کند. پاکستان با هند دشمنی دارد، با افغانستان نیز دشمنی می کند. چین هم ناراضی است. روابط با ایران نیز زیر فشار قرار دارد. سرمایه گذاری های روسیه و چین در افغانستان حتی برای یک لحظه هم برای امریکا قابل قبول نیست. امریکا می خواهد برای این هدف از پاکستان به عنوان یک نیروی نیابتی استفاده کند. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان از امارت اسلامی افغانستان خواست برای بهبود روابط با اسلام آباد گام بردارد و مسیر گفتگو را در پیش گیرد. هم افغانستان کی حکومت بھی کہنا چاہتے ہیں. اگر در کشور افرادی باشند که بتوانند برای بهبود روابط میان دو کشور اقدام کنند، آنان باید برای مذاکرات آماده شوند تا برادران مسلمان و کشورهای مسلمان منطقه از هر گونه تهدید در امان بمانند. همزمان با این در میز گردی که مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد درباره وضعیت کنونی افغانستان و پیامدهای آن برای پاکستان و منطقه برگزار کرده بود، اشتراک کنندگان بر گفتگو، تأمل سازنده و درک متقابل میان پاکستان و افغانستان به عنوان عناصر اساسی برای ثبات درازمدت منطقه تاکید کردند. در همین حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی میگویند زمان آن رسیده که پاکستان از سیاست‌های تنش‌زا در قبال افغانستان دست بردارد و به خواست‌های سیاسیون و شهروندان آن کشور احترام بگذارد. پاکستان کی سیاسون ولسونه همیشه د پاکستان حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان سره دوستانه اړیکې ښه تعامل د یو مستقل هیواد په اساس باندې باید وکړي. پاکستان ته اړتیا ده، ضرورت ده، دوی مجبور مکلف دي چې د افغانستان سره نیک او ښه تعامل د یو مستقل هیوادو په حیث باندې باید ولري. این انتقادها در حال مطرح می شود که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 2 روز پیش در یک نشست خبری اعلام کرد که کانال‌های دیپلماسی با افغانستان همچنان باز است و اسلام آباد نه در دیپلماسی با افغانستان را می بندد و نه در جنگ میان دو کشور را می گشاید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بار دیگر از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به شدت انتقاد کرد. ترامپ همچنین اعتراف کرد که نحوه خروج امریکا شبیه فرار بود و این اقدام اعتبار امریکا را خدشه‌دار ساخته است. باز هم گزارش از اناهیتا اندر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه 24 دلو در مراسم در پایگاه نظامی فورت برگ در ایالت کارولینای شمالی این کشور بار دیگر از چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرد. ترامپ همچنین اعتراف کرده که نحو خروج امریکا شبیه فرار بود و این اقدام اعتبار امریکا را خدشه‌دار ساخت. او همچنین مدعی شد که دولت بایدن تجهیزات نظامی پیشرفته ای را در افغانستان رها کرده است. نحو خروج نیروهای ما شبیه فرار بود و این اقدام اعتبار و حیثیت امریکا را خدشه‌دار ساخت. اگر در سال 2021 در قدرت می بودم، نه تنها تجهیزات نظامی را در افغانستان باقی نمی گذاشتیم، بلکه با عزت، قدرت و احترام خارج می شدیم. در همین حال شمار از آگاهان با اشاره به سخنان تازه ترامپ میگوید که 20 سال حضور نظامی امریکا در 4 سال سیاست تحریم علیه افغانستان نشان دهنده این است که رویکرد تهدید ارعاب و تحریم بی‌نتیجه بوده و اکنون واشنگتن باید در سیاست خارجی خود نسبت به افغانستان تغییر اساسی ایجاد کند. آنچه که آقای ترامپ اظهار میکنه خلاف توافقنامه دوحه است و آنچه که اظهار میکنه که اگر رئیس جمهوری بود افزار و اسلحه جنگی برای افغانستان گذاشته نمیشد، همه میان توهی و نادرست است. این توافقنامه قابل اجرا بود که قابل اجرا شده و بخشای مهمش از جمله برآمدن قطعات ایالات متحده آمریکا از افغانستان نیز شامل همین توافقنامه دوحه است که در افغانستان انجام شده. په نړۍ کې یوازینی هدف چې جریان لري د اسلامي هیوادو پر ضد باندې هغه دا دی چې دوی په مرور د زمان سره څنګه کولی شي اسلامي هیوادونه له منځه یوسي او دغه اخترونه چې ټرمپ ورکړي د دې لپاره چې نړۍ ته ښکاره کړي چې زه هر څه چې وغواړم کولی شم د نړۍ زور په ما باندې نه رسیږي. این اظهارات در حال مطرح می شود که موضوع خروج امریکا از افغانستان بیش از 4 سال پس از آن همچنان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در فضای سیاسی امریکا باقی مانده است. کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که سرعت و مقیاس بی‌سابقه بازگشت کنندگان به ویژه از کشورهای همسایه افغانستان را بیشتر به بحران کشانده است. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمار داد که در سال جاری میلادی نزدیک به 150,000 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. اینها افزوده که 2.9 میلیون نفر در سال 2025 و مجموعی حدود 5.4 میلیون نفر از ماه اکتبر 2023 به افغانستان برگشتند. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که دور دوم گفتگوهای هسته‌ای تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. این در حالی است که دور اول مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و امریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و دو طرف آن را مفید توصیف کردند. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اخیراً گفته است که مقامای ایران مایل به مذاکره هستند و به باور او این گفتگوها باید ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد. آقای ترامپ پیشتر تایید کرده بود که گروه دوم نو هواپیمابر به خاور میانه اعزام شده است. فکر میکنم این مذاکرات در کوتاه مدت برای حل چالش‌های ایران و امریکا کارساز نباشه، اما مطمئن هستم که جنگ بزرگ بین امریکا و ایران صورت نخواهد گرفت. فیصل بن فرعان وزیر خارجه عربستان در نشست امنیتی مونیخ بار دیگر بر تامین ثبات و پابندی به توافق آتشبس غزه تاکید کرد. او در این نشست ضمن انتقاد از نقض توافق آتشبس از سوی اسرائیل خواستار توقف کشتار در نوار غزه و آغاز بازسازی بارکه شد. یکی از مفادات اصلی توافق اسرائیل و حماس بازسازی غزه پس از تامین آتشبس است که توسط شورای صلح غزه به پیش برده می شود. وبسایت اکسیوز گزارش داده که قرار است نخستین نشست هیئت صلح غزه 19 فوریه در واشنگتن برگزار شود. هدف این نشست پیشبرد اجرای مرحله دوم توافق آتشبس و جمع آوری کمک‌های مالی برای بازسازی غزه گفته شده است. دمیتری پاسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که نمایندگان روسیه در نخستین نشست شورای صلح غزه اشتراک نمی‌کنند. مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد که ایالات متحده در سال جاری حدود 15 میلیارد دلار سلاح به اوکراین تحویل می دهد که هزینه آن از سوی متحدان اروپایی و کانادا تامین می شود. به گفته وی این کمک ها شامل تجهیزات حیاتی مرگبار و غیر مرگبار از جمله موشک های راهگیر برای انهدام موشک های روسی است. به گفته او ارسال ماهانه تسلیحات امریکا به اوکراین بدون توقف ادامه دارد. در مقابل روسیه هشدار داده که این کمک ها مانع حل و فصل جنگ شده و محموله های تسلیحاتی را اهداف مشروع می داند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبرین ساعت از نیز خبر. تا دیدار بعد.